رهبر جنبش مردمی رستاخیز طاهر عبدالجبار اگر عمر وفایش میکرد به سن 70 میرسید. روز 10 فوریه 70 سالگی طاهر عبدالجبار رهبر فقید جنبش مردمی رستاخیز که بسیاری او را معمار اصلی استقلال تاجیکستان نامش میبرند، در تاجیکستان برگزاری مراسم ویژه دایر شد. تنها در شبکه‌های اجتماعی چند نفر درباره نقش و جایگاه این سیاستمدار و اقتصادشناس معروف تاجیک پست‌های گذاشتند و بار دیگر از این یادآور شدند که پیشنویس نخستین متن اعلامیه استقلال تاجیکستان را همین مرد نوشته بود. اسم طاهر عبدالجبار همچون سیاستمدار باری اول روز 14 سپتامبر سال 1989 با انتخابش به رهبر جنبش مردمی رستاخیز نخستین سازمان سیاسی در مقابل حزب یکتاز کمونیست محترش شد. طاهر عبدالجبار به دنبال کنسپسیای مستقلیت اقتصادی تاجیکستان را نوشت که در روزنامه جوانان تاجیکستان چاپ شد. با وجود فشار سخت رژیم کمونیستی همان وقته طاهر عبدالجبار توانسته بود در انتخابات روز 25 فوریه سال 1990 از حوزه 8 وکیل شورای عالی پارلمان وقت تاجیکستان انتخاب شود. طاهر عبدالجبار در پارلمان آن وقته کشور وکیلی بود که با موضع‌گیری‌های آشکار و انتقادی خود نسبت به حاکمان وقت کشور فرق می‌کرد. حیدرشاه اکبرزاده وکیل آن هیئت پارلمان تاجیکستان می‌گوید: طاهر عبدالجبار را در شورای عالی حتی آنهایی که نظرهایش را قبول نداشتند همچون دانشمند اعتراف میکردند، چون که استاد طاهر خیلی عالمانه صحبت میکرد. البته به رهبران وقت خوش نمی آید حرفایش، ولی آن دوران یک دوران گذشته بود که دیگر اندیشی را مجبور بودند تا حد تحمل کنند. آن نخستین شورای عالی بود که به آن در برابر وکیلان دست نشانده حزب کمونیست وکیلان مستقل هم راه یافته بودند و مثل طاهر عبدالجبار نظر خود را آزادانه می گفتند. از بس که جریان اجلاسیه ها مستقیم از تلویزیون پخش می شد، در یک مدت کوتاه طاهر عبدالجبار در سطح جمهوری معروف شد، چون که خیلی آشکار و در عین زمان عالمانه صحبت می کرد و همه می دید که او از وکیلان دیگر شورای عالی یک سر و گردن بالاتر است. استاد طاهر عبدالجبار یک عالم واقعی، مرد عالی همت، شخصی بی آلایش، از همه مهمش وطن دوست و ملت دوست بود. با علم و ملکه‌ای که داشت کوشش میکرد برای وطن خدمت کرده باشد. به اندیشه من خدمت شایان استاد و تاجیکستان صاحب استقلال حد و کنار ندارد. مقامداران همه صاحب منصبان همان وقت پیشنهاد درخواست استاد را میشنیدند اما رد میکردند، ولی کمی نگذشته با کمی تغییر از نام خود آن را تطبیق میکردند. خدمت آن بزرگوار در راه خودشناسی ملی قیاس ناپذیر است. در صحبت‌ها بارها تکرار میکردند که همیشه خودشناس و ملت دوست باشیم. من یک مجلسی شورای عالی که تخمینا ماه دکبر سال 1991 بود هیچ از خاطر من نمی رود. در آنجا مسئله ارتش حل می شد، یعنی آن ارتشی که از سابق شوروی به ما میراث ماند، آن مال تاجیکستان باشد یا مال روسیه، هم میگفتن که مال روسیه باشد، اما استاد تاکید کردند، اصرار می‌ورزیدند که اما ارتشی که از اتحاد شوروی در حدود تاجیکستان است مال تاجیکستان شود. وقتی که صدای آن کس را نشنیدن، با آن اعتبار ندادن، از میکروفون ششم راست به پیش آمدن به نزدیک رحمان نبیو و گفتن که آن دولتی که ارتش ندارد و دولت نیست و باید ارتشی که در حدود تاجیکستان از اون تاجیکستان باشد. اما افسوس که این پیشنهاد، این درخواست استاد همان وقت قبول نشد و رحمان نبیو یادم هست که گفت که ما ارمیا را خورانده پوشانده نمیتونیم، ما را روسیه حمایت میکنه. انا همین فکر غلط ما به سر ملت ما چه بدبختی ها آورد. بنابراین حتی بعضی صاحب منصبان ما، حتی رئیس جمهور در یک واقعه در مسکو شکوه کرده بود که از اتحاد شوروی به ما یک کارت چوبین هم نرسید به ارتش ما. ببینید خدمت استاد را واقعا ما قدر استاد را در زندگیشون نرفتیم، نشناختیم. اما افسوس که اون شخص برای ما خیلی خدمت‌های بسیار کردن، خیلی کارهای کردن. انشاءالله روزی میرسد که ما به قدر این شخص بزرگوار میرسیم.